برای ایران شامل یک برنامه غنیسازی خواهد بود و می‌پذیرند این غنیسازی کماکان ادامه یابد؟ آیا این ایران نیست که پس از 10 سال مقاومت از مذاکرات هسته‌ای با غنیسازی بیرون می‌آید؟ دکتر ظریف همواره نزد مقامات عالی کشور با اذعان به این واقعیت که این دستاورد را باید متعلق به مردم بزرگ و سرافراز ایران با هدایت داهیانه مقام معظم رهبری و مدیریت رئیس جمهوری دانست و آن را حاصل 10 سال مقاومت و ایستادگی ملت برشمرد، سوال داشت که آیا این دستاورد را باید به دست خود شکست جلوه دهیم؟ وی در این رابطه به روش برخورد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ توجه داشت که در آن معرکه حتی در شرایط عدم پیروزی هیچگاه حرف از شکست زده نمیشد و نعره‌های پیروزی صدام در رسانه‌ها انعکاس نمی‌یافت. لذا با آن سابقه تاریخی در شرایط پس از توافق موقت ژنو آیا نباید اندیشید چرا رسانه‌های کشور در یک جنگ لفظی گرفتار شده بودند که آمریکا از سر استیصال و برای توجیه داخلی رفتار خود به راه انداخته بود؟ چرا رقابت‌های سیاسی و جناحی تا آنجا پیش رفته بود که دستاورد کلان راهبردی مردم ایران و موفقیت‌های مذاکراتی فرزندان این ملت در یک جنگ نابرابر 10 ساله شکست جلوه داده می‌شد؟ شبهات دلواپسان چه بود؟ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزون بر این ملاحظات به برخی از مهمترین شبهات برساخته که به اشکال مختلف نزد مقامات عالی نظام بازگو می‌شد نیز پاسخ می‌گفت. او یادآور می‌شد برنامه اقدام مشترک متنی توافقی است و لذا تمامی عبارات و جملات آن حاصل بدبستانی سیاسی است و تمامی موارد آن همان گونه که به صورت کامل بیانگر دیدگاه‌های ایران نبوده، بیانگر دیدگاه‌های طرف مقابل هم نیست و این اصل باید در همه بررسی‌ها مد نظر قرار گیرد. دقت در این توضیحات که آن زمان در برابر سوالات جدی در رسانه‌ها و حتی توسط مسئولان مطرح می‌شد، از این جهت مهم است که خواننده محترم به یاد آورد در زمان توافق ژنو چه موضوعاتی از سوی محافل مخالف طرح می‌شده است و پس از برجام که ثابت کرد تمام آن ایرادات و نگرانی‌ها نابجا بودند، چگونه بهانه‌های جدید برای مخالفت و حمله به مذاکره کنندگان ابداع شد. در بررسی مذاکره کنندگان مشخص شده بود مجموعه شبهات در 6 دسته تا آن زمان نزد مقامات عالی کشور توسط پویش دلواپسان رواج یافته بود که همگی پاسخ واضح داشت. نخستین شبهه در چگونگی پذیرش غنیسازی مطرح بود. از دید ایران و بیشتر کشورهای در حال توسعه، حق غنیسازی برای هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران یک حق انفکاک ناپذیر و تضمین شده در NPT است. بر اساس ماده 4 این معاهده و تفسیر رسمی کنفرانس بازنگری معاهده در سالهای 1990 و 2010 میلادی، ایران چنین حقی را دارد، چه کسی آن را به رسمیت بشناسد و چه نشناسد. مقام معظم رهبری در تاریخ 18 اسفند 1384 شمسی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری در همین راستا برخورداری از انرژی هسته‌ای را بر اساس معاهده NPT حق همه کشورها دانسته و با اشاره به گفته‌های برخی دولت‌های غربی مبنی بر به رسمیت شناختن حق استفاده ایران از انرژی هسته‌ای بیان داشته بودند. به رسمیت شناختن این حق مسلم و قانونی امتیازی ظاهری، پوچ و بی‌معناست، چرا که این حق در معاهدات جهانی به رسمیت شناخته شده است و برای استفاده از آن نیازی به اروپایی‌ها برای به رسمیت شناختن آن نداریم. بنابراین ایران هیچگاه منتظر نبوده کشورهای 5 به اضافه 1 تایید نمایند که ایران حق غنیسازی دارد تا آنگاه حق غنیسازی پیدا کرده باشند.
امری که به یقین توهین به ملت ایران است. آنچه جمهوری اسلامی ایران از 5 به اضافه 1 انتظار داشت، احترام به اجرای حق غنیسازی ایران بود و نیز اینکه به غنیسازی در داخل ایران تن بدهند و آن را برای ایران بپذیرند و فشارها و تضییقاتی را رفع کنند که برای اجرا و اعمال این حق وضع کرده بودند. بدین ترتیب در نخستین بند مقدمه توافق ژنو همان ابتدا اذعان شده بود که هدف مشترک وضعیتی است که ایران از حقوق کامل خود بر اساس مواد مربوطه NPT بهره‌مند، اینجوی به معنی بهره‌مندی در اجرا خواهد شد. در ادامه این مقدمه آنها پذیرفته بودند که راه حل جامع شامل یک برنامه غنیسازی هم خواهد بود. همچنین در سایر مفاد برنامه اقدام پذیرفته بودند که جمهوری اسلامی ایران به غنیسازی زیر 5% خود ادامه دهد. این بلا تردید دستاوردی بزرگ برای ملت شریف ایران بود که پس از ایستادگی در برابر 10 سال تهدید و تحریم، خواسته های 6 قطعنامه شورای امنیت به کنار گذاشته شده و غنیسازی استمرار یافته بود. حتی در متن توافق هم اذعان گردیده بود که راه حل جامع شامل برنامه غنیسازی و رفع همه تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های دوجانبه و چند جانبه مرتبط با موضوع هسته‌ای می‌شود. البته این واقعیت هم باید در نظر گرفته میشد که موضع آمریکایی‌ها از همان ابتدای مذاکره بر این بود که غنیسازی را به عنوان حق نمیپذیرند، چنانچه برای هیچ کشوری هم نپذیرفته بودند، بلکه به عنوان واقعیتی در عمل آن را قبول می کنند. گرچه در پیغام‌های طرف عمانی از کلمه حق استفاده شده بود، ولی از بدو شروع جدی مذاکرات رو در رو در مسقط، طرف آمریکایی موضع خود را به طور روشن اعلام داشته بود که غنیسازی را در عمل می‌پذیرد، نه به عنوان حق. حتی در سفری بعد از توافق ژنو از سوی دکتر لاریجانی و پس از گلایه ایشان به سلطان قابوس، سلطان به صراحت اظهار داشته بود: آمریکایی‌ها از اول هم گفته بودند ما غنیسازی ایران را قبول داریم، ولی با کلمه حق مشکل داریم، چرا که با دیگر کشورها مسئله پیدا می‌کنیم. ایران غنیسازی کند، ما هم چیزی نمی‌گوییم. این موضوع در تمامی گزارش‌های هیئت مذاکره کننده از همان ابتدا درج شده و متن مورد مذاکره هم هر نوبت به دقت ترجمه و برای همه جهات زیرربط از سوی وزارت امور خارجه ارسال گشته بود. در حقیقت نظام از ابتدا با همین ادراک وارد مذاکره شد. البته از زمانی که اشاره مقام معظم رهبری به هیئت ایرانی منتقل شد که عبارت در عمل را شایسته نمی‌دانند، تمامی همت هیئت مذاکره کننده بر حذف این عبارت از متن قرار گرفت و اتفاقاً تا آخرین دقایق مذاکره، یعنی تا حدود ساعت 3 بامداد یکشنبه 3 آذر، مذاکره پرچالش آن دقایق هنوز روی همین عبارت در عمل متمرکز بود. ایستادگی که سبب شد عبارت یاد شده حذف گردد. حتی پس از آنکه 5 به اضافه 1 موضع کلی خود بر عدم پذیرش حق را حفظ کردند، از سوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران به آنها اجازه داده نشد عباراتی با چنان مفهومی را در متن توافق قرار دهند. ایالات متحده تا آن زمان 22 موافقتنامه هسته‌ای با دولت‌های مختلف منعقد کرده بود که همگی بر اساس حقوق داخلی آمریکا و یک طرفه بودند. بر اساس بخش 123 قانون انرژی هسته‌ای ایالات متحده مصوب سال 1954 میلادی، کشورهای طرف قرارداد میبایست چندین شرط را بپذیرند که از جمله آنها انصراف دولت طرف قرارداد از غنیسازی و بازفرآوری داخلی است که از آن با عنوان قید طلایی یا گلدن کلاس در اسناد و نیز فرهنگ دیپلماسی آمریکا یاد می شود. اسناد مذاکرات رژیم پهلوی با دولت آمریکا هم دلالت بر همین موضع طرف آمریکایی داشت.
صرف نظر کردن از این شرط تنها زمانی امکان پذیر می شد که مجوز خاص از دولت ایالات متحده گرفته شده باشد که آن هم روندی پیچیده داشت و موافقت همزمان دولت و کنگره را می طلبید. در آن مقطع کشورهای معدودی از جمله کره جنوبی، ژاپن و هند این مجوز را دریافت داشته بودند و در نتیجه غنیسازی آنها به عنوان بخشی عملی از برنامه هسته‌ای آنها و نه به عنوان یک حق از سوی آمریکا پذیرفته شده بود. لذا کاملا روشن بود که دولت آمریکا تا چه حد در زمینه پذیرش غنیسازی ایران حتی به عنوان یک واقعیت عملی محدودیت داشت. حقیقت آن که برای ایالات متحده غیر ممکن بود حق غنیسازی ایران را در حالی به رسمیت بشناسد که در اعطای مجوز محدود آن به نزدیکترین شرکایش تحفظ نشان میداد و تنها در شرایط خاص، آن هم پس از طی آیین پیچیده، تنها مجوز اجرا را به متحدان خود داده بود و نه شناسایی حق. دومین شبهه در ادعای دلواپسان پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت توسط مذاکره کنندگان ایرانی بود. گرچه بطلان این ادعا نیز به لطف خدا نهایتاً در برجام به اثبات رسید، ولی همچون دیگر شبهات خون به دل مذاکره کنندگان کرد. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر. آری شود ولیک به خون جگر شود. در توافق ژنو قرار شده بود به قطعنامه‌های شورای امنیت پرداخته شود. چه یکی از طرفها قطعنامه‌ها را قانونی بداند و چه نامشروع و غیرقانونی. طرف مقابل از جمله و حتی به ویژه روسیه و چین علاوه بر قانونی بودن قطعنامه‌ها به اجرای آنها اصرار داشتند و با ادعای الزامی بودن آنها بر اساس حقوق بین الملل و فصل 7 منشور ملل متحد حاضر نبودند از آنها صرف نظر کنند. در برابر جمهوری اسلامی ایران قطعنامه‌ها را غیرقانونی می‌دانست و دکتر ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نخستین جلسه وزرا در نیویورک به صراحت کامل این دیدگاه را بیان کرده بود که عکس‌العمل وزیر امور خارجه فرانسه را برانگیخته بود. مجموعه این شرایط سبب شد با پیش‌نویس اولیه آمریکایی‌ها که اشاره به اجرای قطعنامه‌ها داشت مخالفت گردد. در نهایت برخلاف تمامی اسناد گذشته 5 به اضافه 1 و برخلاف متن پیش‌نویس‌های اولیه آمریکایی‌ها، نه پایبندی به قطعنامه‌ها و نه حتی اجرای آنها در متن نیامده بود. بلکه قرار شده بود در مقطعی قبل از پایان کار با هدف خاتمه دادن رضایت بخش به آنها به این قطعنامه ها پرداخته شود. کلمه رضایت بخش به نحوه خاتمه دادن قطعنامه ها و نه به اجرای آنها برمیگشت. اگر گفته شده بود که به قطعنامه ها به صورت رضایت بخش پرداخته خواهد شد، به معنی محقق شدن آنها بود. اما در شرایط پس از توافق موقت ژنو، اگر اعضای شورای امنیت نسبت به خاتمه قطعنامه‌ها رضایت داشته باشند، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا اجرای قطعنامه محقق شده است، می توانستند این کار را انجام دهند. بنابراین چنانچه روند اجرای گام اول و مذاکرات مربوط به گام آخر از دید طرفها مطلوب می بود، به نوعی اجرا یا عدم اجرای قطعنامه ها و یا نحوه عبور آبرومندانه از آن هم مورد توافق قرار می گرفت. این قطعاً یک دستاورد بود که 5 کشور عضو دائم شورای امنیت از تصریح بر اجرای قطعنامه‌های مصوب خود حداقل در مرحله پس از توافق موقت ژنو صرف نظر کرده و پرداختن به آنها را به آینده حواله می‌دادند، بدون اینکه ایران تعهدی برای اجرای آنها پذیرفته باشد. سومین شبهه پیرامون محدودیت در غنیسازی بود. گرچه در زمان اعتمادسازی و در طول دوره گام نهایی جمهوری اسلامی ایران داوطلبانه محدودیت‌هایی را برای برنامه غنیسازی خود می‌پذیرفت و این محدودیت‌ها منطبق بر نیازهای عملی ایران می‌ماند،
اما چند نکته قابل ذکر وجود داشت که دکتر ظریف آنها را بدین گونه تشریح می‌کرد. الف: اگر ایران تنها به میزان نیازهای خود غنی‌سازی کند، فی نفس عملی مذموم نیست و محدودیت به شمار نمی رود. مگر قرار بوده بیش از نیاز خود تولید کنیم؟ مگر نه آن بوده است که برنامه هسته‌ای ایران نه برای دستیابی به سلاح، بلکه برای نیازهای صلح‌آمیز ایران طراحی شده است؟ قرار نبوده و نیست کار عبث و بیهوده بکنیم و مواد غنی شده‌ای تولید کنیم که به آنها نیاز نباشد. ب. نکته دیگر آن که اعمال این محدودیت‌ها با هدف اعتمادسازی و تنها در یک دوره زمانی معین صورت می‌گیرد. لذا هر محدودیتی در دامنه، سطح، اندازه و محل غنیسازی ابدی نیست و تنها منحصر به یک دوره زمانی است که در مورد مدت آن در طول مذاکرات گام نهایی توافق صورت خواهد گرفت. پ. نکته دیگر آنکه تعیین نیازها و بر اساس آن تعریف محدودیت‌ها بر اساس توافق دوجانبه صورت می‌گیرد. رضایت و نظر ایران هم شرط است و این جای هیچ نگرانی نمی‌گذارد مگر آنکه در همان ابتدای توافق موقت ژنو بپذیریم قرار است در مذاکرات مربوط به گام نهایی باج داده شود. ت. به طور مشخص هیچ نگرانی در مورد محل غنیسازی نباید داشت و اینکه قرار است آن را فقط در خارج از ایران بپذیرند. اصولاً همه بحث‌ها در مذاکرات و همه خواسته های 5 به اضافه 1 در مورد محدود کردن محل غنیسازی در داخل خاک ایران به نطنز بوده است و نه چیز دیگر. بحث‌های غنیسازی در خارج مربوط به گذشته است و اصولاً با سیاق متن توافق موقت ژنو هم هیچ تناسبی ندارد که مثلاً با برخی محدودیت‌ها غنیسازی در خارج انجام شود. تمام صورت مذاکرات که روزی آشکار خواهد شد به وضوح نشان می‌دهند غنیسازی قطعاً در داخل ایران است و 5 به اضافه 1 به خوبی این را می‌دانست. همانطور که نفس غنیسازی و ادامه آن برای جمهوری اسلامی ایران خط قرمز است، داخل خاک ایران بودن آن هم خط قرمز است. حتی به ذهنشان هم خطور نمی کرد که ممکن است مذاکره کنندگان ایران تن به لحظه غنیسازی در خارج از ایران بدهند، مگر آنکه برخی رسانه‌های داخلی و کارشناسان خودی این بحث را به احتمال غنیسازی در خارج ایران تعمیم بخشند و با انتشار آن به صورت علنی مستندی برای 5 به اضافه 1 به منظور زیاده خواهی ایجاد کنند. 3. بالاخره طرف آمریکایی از ابتدا در مذاکرات عمان گفته بود که غنیسازی را برای ایران خواهد پذیرفت، ولی نه به صورت نامحدود، بلکه در محدوده نیازهای واقعی ایران. باید اذعان کرد که مذاکره کنندگان هم با همین درک وارد مذاکرات شده بودند. اگر جمله بندی های اولیه طرف آمریکایی مد نظر قرار گیرد که گفته بودند غنیسازی ایران به نیازهای عملی ایران برای تأمین سوخت راکتورهایی که خودش خواهد ساخت و پس از عملیاتی شدن آنها محدود خواهد بود، معلوم می شود در مذاکرات هیئت آمریکایی از کجا به کجا کشانده شد. چهارمین شبهه‌ای که در انداخته بودند بیان مبهم بودن گام‌های بعدی بود. آنهایی که پس از توافق موقت ژنو چنین نقدی وارد می‌کردند، در حقیقت برداشتی صحیح از روند گام به گام طی توافق ژنو نداشتند. در روند گام به گام که نخستین بار در مذاکرات استانبول فروردین 1391 شمسی مورد پذیرش طرف‌ها قرار گرفت، فرض بر این شد که تعریف همه گام‌های پیش روی ممکن نیست، چرا که هر دو طرف خواسته‌هایی دارند که اجرای آنها برای طرف مقابل حداقل در مرحله نخست امکان ندارد. لذا موارد سخت و مشکلدار به گام‌های آینده موکول می‌شوند بدون آنکه در مورد آنها از همکنون تصمیم گیری گردد. به مانند درخواست برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی طرف مقابل و درخواست برای لغو آنها از سوی ایران،
که تنها نتیجه ورود به این بحث در گام ابتدایی به بنبست رسیدن مذاکرات بود. بنابراین در روند گام به گام تمرکز تنها بر گام نخست قرار می گرفت که مشتمل بر اجرای اقدامات قابل اجرا برای طرفها بود. باز فرض بر این بود که با این اقدامات قابل اجرا فضای موجود در بحث هسته‌ای از تنش و تقابل به سمت همکاری و تعامل می‌رفت و سپس با عوض شدن فضا امکان پرداختن به گام‌های مشکل بعدی آسان‌تر می‌شد. به رغم این درک متقابل از روند گام به گام، پس از اجلاس استانبول و در طول تقریباً 1 سال پس از آن تا آلماتی 2 در دولت قبل، کوشش طرفها برای معرفی گام یا گام‌های نخستین به هر دلیل ناموفق ماند. در مذاکرات ژنو، هیئت ایرانی با ارزیابی تجربه گذشته اصرار داشت که اگرچه پرداختن به گام‌های بعدی از ابتدا مشکل‌زا و بنبست آفرین است، اما داشتن درکی درست از گام آخر یا به عبارتی تصویر نهایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به رغم این درک متقابل از روند گام به گام پس از اجلاس استانبول و در طول تقریباً 1 سال پس از آن تا آلماتی 2 در دولت قبل، کوشش طرفها برای معرفی گام یا گام‌های نخستین به هر دلیل ناموفق ماند. در مذاکرات ژنو، هیئت ایرانی با ارزیابی تجربه گذشته اصرار داشت که اگرچه پرداختن به گام‌های بعدی از ابتدا مشکل‌زا و بنبست آفرین است، اما داشتن درکی درست از گام آخر یا به عبارتی تصویر نهایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اگر جمهوری اسلامی ایران نداند در گام آخر وضعیت صحنه چیست و کدام مشخصه ها وجود دارند و کدام وجود ندارند، نمیتواند نسبت به روند مذاکره اعتماد پیدا کند و بنابراین قادر به برداشتن گام نخستین نخواهد بود. به عنوان مثال باید از ابتدا مشخص میشد که مثلا در گام آخر غنیسازی هست و تحریم های هسته‌ای نیست. باید از این ابتدا روشن می‌گشت که گام آخر مدت‌دار است و نامحدود نیست. باید از ابتدا به وضوح بیان می‌گردید که بعد از اتمام گام پایانی همه چیز به حالت عادی باز می‌گردد و وضعیت ایران مثل هر کشور دیگر عضو معاهده می‌شود و قس علی هذا. بنابراین در روند گام به گام، گام نخست حتما می بایست کاملا دقیق و روشن باشد، چرا که شامل اقداماتی است که ابتدا باید اجرا شوند. اما جزئیات گام های میانی به آینده موکول می شود، زیرا بحث در خصوص آنها در مرحله ابتدایی طرفها را دچار بنبست می کند. البته کلیات گام آخر نیز باید از ابتدا مشخص باشد که جمهوری اسلامی ایران بداند در منزل نهایی به کجا خواهد رسید. اما طبیعی است که جزئیات را نمیتوان از آغاز روشن کرد، چرا که نیاز به مذاکرات پیچیده و مفصل داشت. این مذاکرات که برای آن 1 سال زمان در نظر گرفته شده بود، بدون ایجاد حداقلی از اعتماد و تفاهم که در طول گام نخستین باید به دست آید، مقدور نمی بود. پنجمین نگرانی از وجود برخی عبارات بود که شبه افکنان از آن با تعبیر واژه‌های کشدار یاد می‌کردند. نگرانی از واژه‌هایی مثل حصول اطمینان، شفاف سازی، قانع شدن یا ساتیسفکتوری که مناسب است آن را رضایت بخشی ترجمه کرد و غیره از نظر دکتر ظریف کاملا صحیح و بجا بود. تجربیات گذشته پیش روی مقامات عالی کشور و مورد توجه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و هیئت مذاکره کننده بود. به همین جهت همگان به طرف مقابل کاملا بدبینی و بی‌اعتمادی داشتند. با این همه در یک مذاکره سنگین و نفسگیر بر روی کلمه به کلمه یک متن 4 صفحه‌ای به دبستان روی بعضی مفاهیم و کلمات به خصوص استفاده از واژه‌های کشدار در برخی موارد اجتناب ناپذیر بود. راه حلی که برای رفع نگرانی‌ها پیش بینی شده بود و برای هر دو طرف مصداق داشت، استفاده از حرکت گام به گام و طراحی گام‌ها به شیوه قابل بازگشت بود.
امری که به دقت در گام ابتدایی رعایت شد و در گام‌های بعدی هم مورد مراقبت قرار می‌گرفت. لذا دکتر ظریف همواره در پاسخ به این شبهه تأکید می کرد که هر کجا و هر زمان احساس شود طرف مقابل به تعهدات خود عمل نمی کند و از این به اصطلاح واژه های کشدار سوء استفاده می کند، موارد با صداقت گزارش می شود و تصمیم گیرندگان در تهران می توانند روند را متوقف کنند. ششمین نگرانی از اصل همه یا هیچ بود که در متن توافق آمده بود. این یک اصل استاندارد در هر مذاکره سنگین و پیچیده است که مزایای آن برای هر دو طرف مذاکره یکسان است. در آن مذاکرات هم این اصل همانقدر که به نفع طرف مقابل بود، به نفع ایران هم بود و ضمانتی ایجاد می کرد که چنانچه روند مذاکرات به نفع کشور نباشد، آن را متوقف کند. بخش مهم دیگری از استدلال‌ها و آگاهی بخشی دکتر ظریف پس از توافق موقت ژنو با توجه به ترفندهای رسانه‌ای در قلب واقعیت به تشریح میزان داده‌ها و ستانده‌ها معطوف بود. داده‌ها و ستانده‌هایی که بر اساس متن توافق موقت ژنو باید در مسیر تحقق گام نخست مورد تبادل قرار می‌گرفتند. وی در این زمینه اذعان داشت بعد از هر مذاکره یک رقابت رسانه‌ای شکل می‌گیرد که در آن هر طرف سعی می‌کند خود را برنده مذاکره قلمداد نماید. البته مذاکره یک بدبستان است، لذا هر طرف سعی دارد ادعا کند که او کمتر داده و بیشتر ستانده است. از قضا هر که در مذاکره بیشتر باخته و کمتر به دست آورده باشد، سعی می کند با فضاسازی رسانه‌ای ضعف خود را پوشش داده و پنهان نماید. بنابراین طبیعی است که طرف مقابل سر و صدا راه بیندازند که دستاورد طرف ایرانی کمتر بوده است. به خصوص که باید جواب مخالفان داخلی و خارجی و متحدان عصبانی خود در منطقه و خارج از منطقه که مدعی هستند 5 به اضافه 1 و به ویژه آمریکا یک اشتباه تاریخی مرتکب شده بود را نیز بدهد. لابی صهیونیست‌ها، عرب‌ها و منافقان مشترکاً در حال کار علیه توافق بودند و تمام هم خود را مصروف شکست مرحله بعدی کرده بودند. اما سوال آنجا بود که چرا بسیاری در داخل کشور باید حرف آنها را بپذیرند و باور کنند؟ چرا باید به صرف ادعای آمریکا و بدون توجه به متن بپذیرند که آنها راست میگویند و توازن به نفع آنهاست؟ ترازوی داوری داده ها و ستانده ها. خب سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. بسیار بسیار خوش آمدین. امشب با سومین قسمت از بازخوانی جلد دوم کتاب راز سر به مهر در خدمتتون بودیم. خیلی ممنون که همراهیمون کردین. ما اتاق دومی را خواهیم زد با موضوع در واقع آمار و ارقامی که اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه آقای داوود منظور درباره میزان فروش نفت ایران اعلام کرده و در اون زمینه صحبت خواهیم کرد. آمار جالبی هست که اعلام شده و یک سری شبهاتی ایجاد کرده که با ادعاهای قبلی سران دولت از جمله خود آقای رئیسی و وزیر نفت ایشون خیلی همخوان نیست، همخوانی نداره. من لینک اتاق دوممون رو بالا شیر کردم، لطفاً دوستان به اتاق دوم مراجعه کنن. بحث رو به زودی اون طرف ادامه خواهیم داد. این اتاق نهایتاً 30 ثانیه ادامه داره، 30 ثانیه باز میمونه تا اینکه دوستان ملحق بشن به اتاق دوم. وحید جان، آقا مصطفی، آقای ظریفی، اگر تشریف ببرید اتاق دوم بسیار بسیار ممنون میشم. این اتاق رو به زودی میبندیم و اون طرف در خدمتتون خواهیم بود.